سلام دوستان، چطورین؟ به یه ویدیو دیگه خوش اومدید دوستان. فقط من توی این ویدیو قراره یه کار دیگه بکنم، اینا رو بتر کنم. فقط بچه این دوتایی که شما دارین اینجا میبینین اینا جدا هن. حالا اینا رو بعدا میخوام بتر کنم، پس بریم بتر کنیمشون. البته مساوی با تر کندن ماینکرافت خودم. اینا اول تست کنیم، یه اون ازش بذارم خودشم بنویسم. اینو چرا دارم؟ فقط نزدیکش همون اول کار انفجارش بد نبود. خب میریم بعدی این. بریم ببینیم این چه شکلیه. اینو این برتر بتر کنم. چرا قیافه شبیه موشکه؟ بمب ایران باشه؟ موشک ایران به سمت اسرائیل. نه خوب بود، فقط انفجار نداشت. بریم سراغ این یکی. چیه؟ یا خدا، زلزله اومد. زلزله غیب شد. این طرف هم کشت. یه اسلایم هم اینجا کشتش. زلزله بند باشه. یه بار دیگه اینو میترکاب. خیلی باحال بود. من تکون نمیخورم بچه، صفحه داره میلرزه. این زلزله است. خب دوستان بریم سراغ TNT بعدی. آقا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ چه بود؟ از این بمبا داد. ببخشید این غول مرحله. اینو ترکوندیم که بگم غول مرحله. بچه من اینو میخوام کنار این اسب جانمون بتر کنم. ترکوندمش. خودم هم میرم اینجا ببینم چی شد. و اسب منجمد شد. خوش تیپ. آقا این اصلا بابا این اصلا توی یکم بهش بگی خوش تیپ نگاه میکنه. ول کنه. بریم بعدی. یا خدا من غلط کردم. کمک. کثافت. چرا منو بردین رو هوا؟ بمبا یه کثافت پرید. بلیز TNT بلیز رو میخوام بگم. سوختم. تا حالا بزرگترینمون TNT. بریم TNT الکترومغناطیس. من هیچی از این سر در نمیارم.